اخلاق حمیدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن، اگر امروزه مسلمانان انشالله یک ذره اخلاق حضرت صلی الله علیه و سلم را داشته باشند، عالم گلستان می شود. امروزه به نام مسلمان ها هستیم، نعوذ بالله یک اخلاق هایی رو میکنیم که در مسلمانی ما وجود ندارد. اما یک نفر نمیگه که اخلاق همین کاری ما بدعت است، اما اگر یک کاری خیره که بینن زود نام میبرن که این کار بدعته، این چیز ضعیفه، این چیز در اسلام حرامه، خصوصا همین وهابی ها و سلفی ها. چقدر مردم ها در سری مردم جوش میزنن، چقدر مردم نعوذ بالله فتنه میاندازن تا یک عالم خچتی لعنت بکنه، نعوذ بالله. خب برادر عزیز، خب وهابی هستی سلفی هستی، تو با عقیده خودت برو، با اهل سنت و الجماعه کاری نداشته باش. فتنه های اخر زمان است، فتنه های اخر زمان. انشاءالله صحبت را با دیگه جا نمیبریم برادر عزیز گرامی قدر. الله میفرمایند انک لعلی خلق عظیم. ببینید اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن سراسر همه قرآن بود. میگه یک پیرزنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، در دری خانه‌اش می نشست، هر کی می گذشت به او یک درهمی میداد یا او را به نزدیکش می خواند و می گفت جوانی خوب یا پسری خوب. هر کی می گذشت محمد گفتن یک جوانی برآمده است که خود او پیامبر نامیده است، او دروغگو است، او کاذب است، هر کجا که او را بدیدید سنگسارش کنید. حتی میگه به کودکان درهم میداد تا محمد صلی الله علیه و سلم را سنگسار کنند. یک روز میگه همین پرزن به سوی بازار سفر کرد، باری زیادی را خریداری کرد که زورش نرسید تا به خانهش بیارد. ناگه میگه یک جوان زیبایی، یک جوان نورانی میگه از سوی بازار و سوی پیرزن حرکت کرد، آمد و سلام داد، سلام علیکم مادری جانم. وقتی پیرزن به چهره این مبارک نگاه کرد گفت تو چه شخصیتی هستی، چه کسی هستی؟ گفت این قدر زیبا هستی، این قدر اخلاق نکو داری، ببینید. گفت مادری جان میتوانم برای شما کمک برسانم، بارهای شما را تا به خانه ببرم؟ پیرزن تعجب کرد، چه جوانی خوش اخلاقی. خب من از این کمک نخواستم و خود این میخواهد برای من کمک کند. میگه این جوان خوب بارهای پیرزن را تا به در خانه برد. پیرزن خیلی رحمتش کرد و گفت جوان خوب، میخواهم برای تو یک نصیحتی کنم، تو برای من که یک خوبی بهترینی کردی، منم میخواهم برای تو یک خوبی بهترینی کنم، یک نصیحتی کنم برای تو. گفت بگوید مادر جان. گفت محمد گفتنی یک جوانی برآمده است که خود را پیامبر می نامد، باز به دین همون ایمان نبیاری؟ گفت دین او حق نیست، او محمد دروغگوی هست. مگه جوان به چهره کمتر یک نظر کرد و گفت مادری جان، گفت همون محمدی که شما میگویید همون محمد من هستم. سبحان الله. ببینید گفت همون محمدی که میگویید محمدی دروغگوی، همون محمدی بد اخلاق. ببینید اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم را ببینید. گفت همون محمدی دروغگوی من هستم مادری جان. و
وقت پیرزن این سخن را از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید، خود را به پیش پای رسول الله پرتاب، گفت قسم به لات و عزا، گفت دینی که تو داری دین بهترین است و خدایی که تو داری خدا یک و یگانه. گفت کلمه را عرضه که گفت من مسلمان میشم. ببینید با اخلاق حمیده رسول الله صلی الله علیه و سلم با رفتار حضرت مسلمان میشدن. اما ما امروز چقدر تفسیر میکنیم، چقدر احادیث میگیم، بدل یک نفری یک کمک لرزش نمیدهد، زیرا اخلاق ما ضعیف است، اخلاق خوبی نداریم. بنام مسلمان هستیم یک رفتارهایی میکنیم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. چه خوشا که یک ذره از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خش بگیریم. یک اخلاقی نکویی، یک اخلاقی که یک کافر ببیند عبرت بگیرد. یک جوانی برای ما بیان کرد، گفت در کشوری روسیه یک پیرزنی در جای افیده است، یک پیرزنی عروس در جای افیده است، هیچ کسی او را میگه نگرفته است. یک جوانی خوب مسلمان برای رضای الله مهربان چه که نباشد بنده خداست، میگه کمکش کرد، برای رضای خدا کمکش کرده است. پیرزن را به خانه خود برده است همون جوان، و همون خانه ای که اجاره میگیرد است به همانجا برده است. میگه طولی یک هفته نگاه و بین کرده است همون پیرزن را. وقتی که صاحب خانه می آید، صاحب خانه داخل خانه می شود، می درآید مادرش در همون جا ایستاد شده است، مادر صاحب خانه. سبحان الله. ببینید میگه من طول یک هفته است که مادرم را می کابم، اما مادری من در خانه خودم بوده است. این جوان میگه، همین جوان عروس با مادرش از او سوال میکنن، میگه من این کار تنها به خاطر الله کردم. دین ما میگه سراسر مهربانی و مهر شفقت است. دین ما تروریسمی ندارد، دین ما رنج خلق الله ندارد، دین ما آزار دادن یک شخصیت نیست، بلکه یک افتاده را دستگیری کردن است. نام که دشنام دادن، نام که رنج دادن، نام که غم دادن به خلق الله. میگه قسم خورده همین جوان که قسم به خدا، میگه همین کلمه را که گفتم، ما مسلمان هم مهربانی داریم نه دین تروریستی. میگه اشکش چشمانی همون کمپیر همون پیسرش جاری شد. میگه کلمه عرضه گفتن، کلمه عرضه که ما مسلمان میشیم. ما چگونه جن تو را به خود بگیریم، ما به دین و تو ایمان بیاریم؟ میگه گفتم لا اله الا الله بگویید. میگه هر دو مسلمان شدن، همون خانه را برای من تحفه کردن. مسلمانی این است برادر عزیز. تو بنام میگه من مسلمانم، اما هر روز با زبان یک مسلمان را آزار میدهی، با دست مسلمان را آزار میدهی، حق مسلمان را میخوری. فردا در پیشگاه پروردگار چی جواب میگی؟ هر که اخلاق دارد، هر که رفتاری نکویی دارد، انشالله ببینید که رزق روز را الله چگونه میدهد. ببینید به یگان مشقت به خاطر الله، کاری که به خاطر الله شد، الله هم در این دنیا مزدش را میدهد و هم در آخرت. سبحان الله. چه خوشا که هر یکی ما مسلمانان عزیز همدیگر را دوست داریم، برادر جانی شویم. اما صد افسوس که امروز در دین مبین اسلام اختلافات هایی به وجود آمده است. خب وهابیت و سلفیت که اهل سنت و الجماعه را نعوذ بالله لعنت میکنن، نعوذ بالله. در هر یک صحبتی خیش همین سخن را میکنیم که دین دشمنی دین دیگر هیچ کاری نیافت، همین گروه ها را تشکیل کرد
تا مسلمین را به دست مسلمین نابود سازد. نعوذ بالله. مسلمان به دست مسلمان نابود کرده شود.